دیروز وقتی که باران با شدت میبارید و سیل می اومد، این بیت های مولانا از ذهنم برگذشت که روز باران است، ما جو میکنیم، بر امید وصل دستی میزنیم. یعنی مراد همین وصل است، همین دیدار در روبریکای در مهمونی جمهوریت با استاد گرامی قدر استاد کمال نصرالله، شاعر خلقی تاجیکستان، برنده جایزه دولتی تاجیکستان به نام ابو عبدالله رودکی و نفری که به همه ما، به خوانندگان ما نزدیکند و بسیار پرمحصولند، همچون شاعر، همچون روزنامه‌نگار، از محبوبیت خاص در میان مردم بهره‌ورند و به همین خاطر در نقشه گذاشتیم که صحبت استاد را و آخری استاد را برگزار نماییم تا درباره سیاست دور، درباره خدمت‌هایی که اساسگذاری صلح و وحدت ملی، پیشوای ملت، پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم محمدی رحمان هم برای استقلالیت دولتی و هم برای وحدت ملی و هم آبادی این سرزمین سعی و کوشش کردند و خاصه دستگیری بی‌واسطه در ادبیات ما، دستگیری سرور دولت بسیار خوب احساس می شوند و استاد کمال نصرالله از شاعرانی هستند که به همین همه دستاوردهای ما، دستاوردهای پیشوای ملت و کشور عزیز ما سری وقت هم آواز می شوند، دستگیری می کنند و این همه فکر می کنند به خاطر یعنی شناخت بیشتر هویت ملی، بالا بردن سطح معرفت مردم، چون که وظیفه شاعر همین است، وظیفه روزنامه‌نگار نیست. و چون آنانه ما میخواهیم که صحبت نخستین آغاز صحبت از فعالیت ایجادی خود استاد، از روزگارشان، از تحصیلشان باشد که یعنی به این پایه رسیدن البته کاری بسیار دشوار است و نه هر کی راه رفت به منزل رسید و استاد از نفرانی هستند که در این راه هم به منزل رسیدن و هم به مقصود و اینک آغاز صحبت از در همین موارد با استاد کمال نصرالله. جمهوریت برای من هرچند که در اداره جمهوریت به واسطه کار نکردم، لیکن من همیشه مثل اینکه عضو جمهوریت بودم، همیشه. حتی در اون دوره های جوانی من چیزا میشه چون میشه در همون دوره های حساس همین شعر تاجیکستان را دیگر قسمت نکن در صحیفه یکم جمهوریت حرفای کلام چاپ شده بود و این روزنامه دستی به دست بود همون وقت و نقش خودش در وحدت و یک جای شوی ملت گذاشت. من با جمهوریت به جمهوریت همیشه اعتقاد و اعتماد داشتم، لیکن وقتهای آخر من مثل یک عضو همین خانواده پیوسته در تمام تشکیل ها، چهاره‌بینی ها، سفرها اشتراک کردم. همین سفر بخارا رفتن نتونستم برای اینکه سلامتیم خوب نبرداشتم اون وقت، لیکن دیگر در تمام آزمون ها و در همش اشتراک کردم و من فکرم گفت در این بارها گفتگی هستم. یک در همان سوال جوابی که مولا عبدالقادر کردن در روزنامه همونجا به کمی خیلی سوال هست، من اونجا پاسخم گفتم مناسبت من به جمهوریت معلوم از شما بارها شنیدگی هستید. من گمان کنم که امروز چنانه که در کار است جریده رقمی یکی تاجیکستان هست جمهوریت هم از روی مقام، لیکن نه همیشه مقام با عمل راست می‌بیاید. اینجا این مورد با دل پر میتونه گفت که واقعا جمهوریت جریده رقمی که تاجیکستان است با تشبس‌های تازه نو، با هماهنگی با زمان، با
ғояҳои бузурги миллии мо ва ғайраҳо. тозакориҳое ки ҷумҳурият солҳои охир кард намунаи ибрат аст. ҳама шумо медонед ки матбуот хеле аз забон монд. ман ин расонаҳои дигар пайдо шудану интернету фейсбуку ин чизҳо ягон тозагӣ, ягон ҳаракати нав, ягон фикри нав кардан дар кор буд. аз байни рӯзномаҳои мо ҷумҳурият ҳамин кор кард. дигаро ман надидам ки ин хел масалан ҷумҳурият фикр кард ки чӣ кор кардан дар кор, ки газета рӯзнома аз мардум дур нашад, аз халқ дур нашад, бо мардум бошад, мардум хонанд, ба мардум расад. ино кори аҷиб кардан ки рӯзномая ба назди мардум бурдан. рӯзнома ба назди мардум рафт ва мардум аз ин бисёр хуб истиқбол карданд, чунки ман дар ин ҳамаи ин сафарҳо будам. хуб ана озмунҳое ки ҷумҳурият бунёд гузошт ҳамашон ҳадафҳои баланд доштанд. ҳамашон ин як озмуне ҳамто дар ҳамин мавзӯъ ягон кас ягон чиз нависад набуд. ҳар яке ин озмун ҳадафҳои баланда дошт. ман ин гапро чанд бор гуфтам. масалан озмуне ки ба бузургдошти устод Айнис бахшида шудагӣ буд, дар айнишиносӣ чӣ қадар тозагониҳои илмӣ, публисистӣ, таърихӣ бунёд кард, ба миён овард. ҳамин хел дар Бобоҷон Ғафуров, дар ҷашни Бобоҷон Ғафуров, ҳамин хел дар тамоми аммо маъракаҳое ки ҷумҳурият кард, инҳо хеле хеле озмуни шеъри бачагонаи тамомаш хеле зиёд аст. ҳамаша ном бурдан шардид ха шумо фаҳмидед ки ман дар назар дорам тамоми озмунҳоя. якумин рӯзномае ки берун аз кишвар робитаҳо барқарор кард, бурд ҷумҳурият аст. ҷумҳурият имрӯзам мо дидем ки дар Самарқанд, дар Бухоро, дар кишварҳои ҳамсояи мо хонанда дорад, муштариён дорад. ина ҳамин барсариҳои хуҷастиву барҷастии ҷумҳурият имрӯз гумон мекунам ки ҳамин аст. ва ин иқтидоме ки имрӯз манам даъват кардан, инам бо як тозагонӣ ки бо баъзе шахсиятҳое ки аслан суҳбат кардан, як симои эҷодии муайян кард, як андешаҳои онҳое дар бораи зиндагии адабиёт, сиёсати давлат ба рӯи коғаз овардану биён, инам як тозагонӣ аст. инам як ташаббуси нави бисёр хуби рӯзномаи ҷумҳурият аст. хуб дар бораи он ки Абдуқодир гуфтам ки муносибати ман гум ки на ҳама имрӯз андешаи ман, на ҳамаи мо, на ҳама мардум, на ҳама зиёиё, на ҳама адибо, на ҳама олимҳо, на ҳама мефаҳманд ки мо дар кадом замон зиндагӣ кардем. ин аҳволи агар худо накунад масалан пишти сар шаид ягон шаид ба мо мефаҳмем ки ин чӣ хел давр буд. ҳамин даврони истиқлолият, давроне ки ҳамин сарвари кишвари мо омаданд то мана ҳамин байни 30 сол, ин чӣ хел даврон буду, ҳозир дар кадом давра мо зиндагӣ кардем, на ҳама фаҳмидан дорад. ин як чизи бисёр ҳайратовари таърихӣ аст ки миллати тоҷик баъд аз ин қадар ҷабрҳои таърих, баъд аз ин қадар саркӯбиҳо, баъд аз ин қадар чиҳо, вақте ки ба истиқлолияти давлатӣ расид, соҳиби замину хоку оби худаш шуд, медонем аз вуҷудаш аз нав эҳё шуд, сар баровард. дар вуҷудаш ки хират буду, маърифату фарҳанг буд, ҳамин рӯза биромад. тамоми иқдомҳое ки аз нахустини рӯзҳои сиёсати давлатдории ҳукумати навини Тоҷикистон ҳамаш ҳадафи бисёр баланди миллӣ доштанд, ҳамаш ҳадафи эҳёи ҳамин халқа доштанд, эҳёи маънавӣ, эҳёи ҷисмонӣ, ҳама ҷониба. ин бисёр ҳайратовар аст ки масалан мо тавонистем, албатта аксари инҳо ташаббусҳои пешвои миллат буданд, ҳамаш. лекин ина бинед ки дар ҳамон маврид ҳамин чизҳои дониста ба маврид зиракона, хиратмандона, дурбинона ҳамин як гузошта омада имрӯз як сарзамини шукуфоя сохтан,
دشوار از صفر سر کرده از صفر ما همه ما در این شهر بودیم دیدیم ما همین مثل که ما خودمون برابری همین وطن از همین خوب گشته دوباره قامت روز کردیم این همین بسیار حیرت آور از خودی ما بودیم همراه بودیم دیدیم لیکن اوز در حیرت میمونید که این چی نیرو بود این چی مثلا رقابت خیلی ذاتی بود که ما همین گونه یک کشور تشکیل کردیم از هیچ از صفر از نبرد جنگ میدان‌های مقابل و خونین و پراکندگی‌های زیاد از اون جاهایی که مثلا خالیگاه‌هایی که صفر از هیچی ما امروز به این درجه رسیدیم نه همه ما احساس میکنیم میفهمیم که ما واقعا در کدام زمان زندگی میکنیم و چه رسالت داریم هر انسان امروز ساکن همین مملکت رسالت بزرگ خودش داره اینا درک کردن که هر کس رسالت خودش داره چون که این همه چیز میگذارد لیکن ملتی که یک روی مثلا مشکلی احیای آغاز کرد و تمام ملت اگر یک نشد برای چی اولین اقدام از اولین ها اقدام تمام اقدام ها همین از آغاز بزرگ داشته که تشکیل کرده شد بزرگ داشته زبان و بزرگ داشته بزرگان ما تمامش همین حرکت وحدت ملی که تأسیس یافت همه همین ها هدف بلند داشتن همین ها نقش بزرگ و بارز خودشون بازیدن و امروز من چند مقاله ها نوشتگی بودم مقاله های تحلیلی زیادی نوشتم سایت خبرگاه یا روزنامه جمهوریت بودم چاپ کردم دیگه جو همین مسئولیت وطنداری و دانسته که مثلا در این زمان خصوصا در این زمان ببینید حاضر ما تاجیکستان شما نگاه کنید همین واژه های مقدس واژه های مقدس خودش دارد مثلا استقلالیت آزادی وطن وحدت همین ها شما حاضر نگاه کنید بعد از این آزمون های مثلا که برای مکتب بچه های برای نورسان همین پیر و برنو در زبانش همین واژه ها هست وطن تاجیکستان استقلالیت وحدت و همین 30 چند سال همه روزه همین واژه های به زبان داره لیکن همین رو آبشسته نشدن دلبزن نشدن برای چی؟ همین یک بسیار چیزی مثلا همه خیلی است که یک گپ بسیار باید اگر آبشسته میشه لیکن برای اون که این واژه ها واقعا مقدسن واقعا از سریست مردم ما برای شما اهمیت کودکای ما شعر میخونن وطن میگن موسیقیدای ما وقتی وطن میگن از زبانشون شهد میریزن برای اینکه با محبت میگن برای اینکه از صمیم دل میگن برای اینکه واقعا وطنشون رو دوست می‌دارن برای همین این چیزا هیچ وقت دلبزن نمیشه در زبان مردم ما این سببش همین که همین محبت به وطن مسئولیت وطن داری اصلا در سریش خلق ما خیلی هست خیلی سیاست برای همین من در شعر شما محسوس میشود همین محبت ولی بسیار میخواهیم که صحبت از روی اول از روی طی کرده شما در روی ایجاد خیلی من که دشوار بودم خوشبخت بودم که تقدیر من وقتی که کمتر کلانسال شدم دیدم بعد من دونستم که من در دهه تولد شدم که در اونجا آدم و شعرا رودکی تولد شدم من در دیار تولد شدم که در اونجا شاعر در همون زمان شاعرهای بسیار از فیض الله انصاری عبید رجب مستون شیرعلی لایق شیرعلی این طرف همین ها شاعرهای همون زمان من کودک بودم من همین چیز خواهد نخواهد تاثیر میکند به شخصیتی که میگیره من بچگیم تماما دیگر کس شده میبودم مثلا ما میخواستم هوانورد شوم لیوچیک خب بعد یک مدت میخواستم رسام شوم مغز میدیدم رسما میکشیدم همین دو چیز میخواستم صنف 8 تمام کردم همین جامدان محکم کردم گفتم که
من میرم خوندن دوشنبه پدرم معلم پدرم اگه در شخصیت من نقش پدرم نقش مادرم خیلی بزرگه مادر من زنی که خونشین کوهستانیان باشن تمام اون کتاب میخوندن همین آخری نوری چشمشون در کتاب ها صاف شد من میموندم میگفتم بچه‌م چی کتاب ببریم فهمید مادر من کتاب خون بودم تو آخری اون کتابه خونده که من نخوندیم باور میکنی من آخر من گفتم چی کتاب آوردی بچه‌م مادر من کتابی نآوردگی نم شما به چی و تو همین درجه که میخوندند فرو میبردن کتابو خیلی بعد پدرم معلم متماتیک تمام اولاد ما متماتیک فیزیک میخونه یک تمام برک بروم دیگه خلاصه که همین قدر بسیار سختگیر بودن پدر من در دارالمعلمین توشکن خوندگی اون دارالمعلمین توشکن اولین مکتبای همه بزرگای من همین وای در همینجا خوندگی هستن ملتی ما پدر منم در همینجا خوندن وقت همین خیلی نقد خوندن که همینجا با کمسورگی همون اینستیتوت تعیین شدن لیکن بابام نخواستن که هرچند که هفته دیگه با پسر داشتن نخواستن که دور باشه پسرشون بردن پدر من اشتراکی جنگ بزرگوطنی و دوستانشون من همین ناصر جان معصومی اسمت الله من همین شخصیت‌های بسیار بزرگ بودن پدر من باید که دوشنبه می آمدن و حالی اکادمیک نمیدونم متماتیک که شده میرفتن لیکن خیلی همین خیلی تقدیرشون در قشلو بهودنشون بیهوده نمیداشت چون که بسیار معلم مردم درس دادن 50 چند سال معلمی کردن و من یادم است که در همین دروازه ما از تمام ناحیه ها اون وقت من این وای بود کاندر به می اومد مثال ها برای حل چی امتحان دولتی امتحان بود نه امتحان دولتی بعد میگشودن کار کردن نمیتونستن می آوردن پیش پدر من در همین دروازه هم که میگفتن کار میکردن میدادن بسیار متماتیک بقوت بودن خیلی من در همین خانواده کلون شدم پدرم گفتن که بچه‌م کجا میری من گفتم میرم همین دوشنبه من خیلی مالش نه لیکن حالی 2 سال دیگه هست یکی فکرتون دیگه میشه شما حالی 2 سال دیگه خونه ممکن فکرتون دیگه شد من گفتم خیلی باشه بوم میخونم بس در مدت صنفی 8 تا 10 خوندم انا 9 واقعا من خیلی اینقدر وای نداشتم یا محفل ادبی اونجا بود همونجا اشتراک میکردم ما بچه شسترگی خیلی گنی خیلی بودم بعد من وای بسیار شوخ بودم با همون در یک کتاب بسیار میخوندم پدرم میگن کتاب میخوندم شعر بسیار از یاد میدونستم و من محفل ادبی اونجا بود اونجا اشتراک میکردم همونجا بود در صنف 8 من شعر گفتگی یک شعری خیلی بچگانه میخونم به تقلید اصول روزکی همین چیزا بود یعنی که یکی بعض وقتی تمام صنف 10 بودم تمام کننده بودم یک کتابی از دست رفیقا به دست من رسید کتابی برگ سبز استاد لایق اولین کتاب استاد لایق من کتاب شدم و خوندن سر کردم دیگر و درس دیگه همه چیز فراموش کردم یعنی باید کتاب من برد من توهوز و من برد از همین علمی شعر بود من وقتی که میخوندم گفتم که من رسالاتم این بوده است من این گپای من است این چیزای من است این دلی من است این اندیشه من است یعنی که روح ما باید همین باشه انا میخواد شد بعد ما وقتی اومدیم دوشنبه در محفل ادبی جانی مکتب در دانشگاه به محفل استاد طلا پولادی بود همونقدر معلم ما بودن از فولکلور معلم بسیار انسانی عجیب بودن مهربان میخوانن بچه‌کم در پوتون خورده خلات گفته بسیار مهربان سولین دکتی محفل ادبی جان هم کس بودن پیش از ما من اصول لایق من همونجا خوندم بعد ما خوندیم دوره ما هم محفل اشتراک کردیم اون محفل بسیار نقش بزرگ گذاشت اون محفل دوره ما عبدالحمید سلطان شاهزاده غایب سفرزاده پیش داده دوره خوندن ما همین ها اشتراک میکردن چند کسای دیگر اونجا با شعر میخوندن تحلیل میکردن خیلی همین عملی بود کار این خیلی
واقعا از همون تاثیری وای بود. بعد من یک تیمز شعرم چوب کردم پداگوگ جونگسی این دانشگاه با اینستیتوت بود. خیلی همه قطعی نومم برام خلاصم اوزار بود، کمال اوزار. اون وقت همه میرفتیم بعد همه بگه کمال اوزار گفته که تو برام دست که خودم میپرسن این شما با کی باشد وای. من همین تخلص کسی چند وقت نگستم. با همین یک روز همین برنسو بردی و سرمایه مورش مدنیت. اون کس پدر من نظم میشناختن، حرمت میکنن، خونه های ما رفتگی اولاد ما میدونن. بعد یک روز من گفتن که گوش کن تو دودت شکر خدا زنده چی به نام پدرت عوض کردی؟ نصرالله اوزار. همین گپ تاثیر کرد من ننوشتم دیگه اوزار ننوشتم، لیکن هم وقت بسیار مشهور بود این کلمه همین اوزار هم خوش بود، همین زود وردی زبان میشه. بعد نقص کردیم نباشه اوزار معلومه اوزار دیگه گرفت. نشید باید اون چیز دیگه نام دیگه تخلص میکردم. من خودم ندونسته وقتی که اومدم فاکولته ژورنالیستیک قبول شدنی بودم، مواد جام سپراوکا دکتر از редакция ها همین گسته مورد مدنیت بردن آمکم اینجا به آمکم دانشگاه رسیدی پروفسور و دانشگاه آموزگاری همون کس بردن من همونجا رفتیم که پیش سال لایق برآمدن. خیلی اکون سال لایق من نمیشناسم نمیدونم البته آمکم دیگه همین جهانی موندم همین یک دو خبرات چاپ شده که بود از همین گزیده بود از سپراوکا درکور که دانشگاه برای فاکولته ژورنالیستیک حجت رو طلب میکنم. سال طرف درام بودن و هیچ کاری نمی‌کردن درام بودن یا سپراوکا نوشتن درام سرمایه امضا گرفتن و برو برن دادن حالی اون گاز ندونسته الکی من همونجا خدمت کرده بودن. بعد من پیش سال فورا میرفتگی شدم کرسی دوم محفل ادیبم جوانم برآمدها در دانشگاه ملی آموزگاری شبای نظم شد. ما میرفتیم دقیقه شاعرای مشهور نماینده‌های اینستیتوت و یونیورسیته شعر می‌خوندیم. همونجا ما شعرهای ما می‌خوندیم. انا در همین محفل‌ها خود ترزاده اشتراک می‌کردن، باقر رحمزاده اشتراک می‌کردن، غفار میرزا همه بزرگای شاعرای زمان اشتراک می‌کردن، قطبی کرام. ما از این چیزا بسیار بهره برداشتیم. لیکن انا در یکی از همین محفل‌ها که حتی در فاکولته ساختمان اونجا وای بود که شاعری خیلی در فاکولته ساختمان انسپکت تکنیکی کی وای وفات کرد خود را گیل بکار میکرد. همون بچه بود و تشبس میکرد اونجا محفل‌ها تشکیل میشد. محفل‌ها تشکیل میشد. شبای لال اونجا بعد برام رفتیم شعرخوانی کردیم. قطبی کرام برنده سفر محمود خودم. بعد این و قطبی کرام برنده و سلوی خشتگی هم با من برام یک شعر خوندم 5 روز نامش. همین 5 روز 5 کوکل میشود از سر یک ششم بسته 5 روز 5 طور پرنوا در رباب کوه بسته 5 طورت پنجه دستی بود دست پرخیر رو رسا دست کوهستانی حاجت برار دست مرد بوسخو همین خیلی یک شعر همین شعر خوندم که استاد قطبی کرام برنده بودن گفتن شعر رو باها 5 خیلی برای من این بسیار باها بود و اون وقت باید شعر جوانه اعتراف کردن یا چوب کردن غرزوی وای بود. ها خلاصه که بعد محفل استاد لایق فرامدن گفتن که شعرات پیش من بیار. بعد همون من پیش استاد لایق میرفتم شدم ها استاد من استاد لایق هستن 20 سال گیر بودن هر بار من میرفتم میگفتن من دیگه شعر نمی‌نویسم همین شعر نویسه شما تو باشد من بس دیگه دیگه با میرفتم بوم مینویسم تا آخر عمر استاد لایق انقدر سخت گیر بودن. ما اگه یک چیز شده که باشیم همین سخت گیر امروز من همین چند مقاله چند کتابی نوشتم شعر گفتم که اوه برادر این خیلی نمیشه شما شعر بر حاضر امروز شاعرای ما میترسن که یک کس خونده کمپیتیشن گوید. من اگه اینجا نام برده گپ زدن نمیتونم شاعرای نامدار داریم که یک روز یک تا کتابش من دادم برای تحریر مهر بعد ادیب خوندم خیلی بعد گفتم که این چیه شما شعرتون اونقدر نشون ندادید نمیبرید یه استاد کتاب پیش چوب نشون ندید استاد من الکی من خیلی ما شعر می اونقدر نشون تیم اونو الکی بزرگ شدگی
این من گفتم این بدبختی است تو نشون ندادی بین تو در این سن سال نام این پوری خطا پوری ویاس کتاب انا اول بزرگتراشو اون گفتگوشون هم خیلی یادش گپمو گرفت من گفتم من وجدان نیم بردارم من گذشت نمیکنم من همین اینجا واز وایرون تو باید سلوک نیست با کار شما استاد مونن یعنی سال 90 یا 89 بود یکی از آوازخانه‌های بسیار مشهور ما وقتی که روزنامه‌نگار میرود با او که صحبت کنه میگه دیگه برای من ضرورت نداره همون حافظ خلقی تاجیکستان بود گرفتم تمام دیگه حالا همین بدبختی امروز تمام جوان‌های مویا تمام شاعرای میان سال مویا سطحشون بسیار پس فروردگی من حاضر 73 دارم شما این با باور نکنید ما حالی 45 بودم 73 دارم استاد خیلی اینا یک هفته میمونم یا سه رئیس میمونم یکم وقت پیش دختر کو من 70 گذاشتم 37 سه رئیس طرف میمونم 37 میشه من بعد چی گفتم سوال مولی من 73 در آمده باشم من گفتیم گپ درباره شعر بود که یعنی از نظر یگان کس گفتم من همین سال بعد در اومدم شما باور کنید من حالی نشد است که شعرم حتی فیسبوک با فیسبوک یک بار دو بار هم خیلی نیست پرسیدن حتی فیسبوک با من نشد است که شعرم با یگان رفیق شعر میفهمیدگی خودم نشون نداده چوب کرده باشم تو حاضر من حاضر شعر می نویسم حتما عبدالرحمن ادمنونوف رحمت نظری زیا عبدالله همه رفیقایی که من اونو به نشون میدم وقتی که هم تو خونده تیان من میگم من خفه میشم جنگ میکنم میگم چی به ایراد نمیگیری چی به کم بودی من نمیگویی و بعضی ها کم بودی گوید اگر جونش میبرو من برات میگم که تو اگر خیرخواه من بهش کم بودی میگم شعر من بهتر میشه انا همه یک کم بودی شویگوی یعنی زمان ما متاسفانه انا من است که خواهی اینجا گپ بسیار موضوع در چند جا گفتگی هستم بعد اینجا درباره شاعرای خیر که گپ در سر میره که استاد لایق استادی من بودن من میرفتم بعد اون وقت خیلی بود که ما شعرها میگفتیم میرفتیم مثلا ادبی و بزرگ صوبر مدیر شعبه وای مورش مدنیت اول میبردم من پیش بزرگ صوبر من به حق استادی کاملا حق استاد چون که من بزرگ اون وقتا میخوند در بالای شعر شما چون در بالای شعر خودش میشیش کار میکرد راه میزد و نمیخواد گویا شعر خودش باشه وقتش صرف میکرد حالت از اون میومخت بودم یک چیز بعد وقتی که انا استاد بزرگ و اومدن صدای شهر با اونجا هم میرفتم مشاوری اتفاق نویسنده بودم با اونجا هم میرفتم خب استاد مومن قناعت بسیار نقش بزرگ دارن در تقدیر من و من همین همسالای من رحمت و حسن من رحمت همین من مویا همین گرفته از کوچ اول اینکه با استاد بخیر امزاده بسیار غمخوار من دانشجو بودم که دیکم جواب گفت که شما باید اتفاق نویسنده رو بید نزد استاد بخیر امزاده برای دانشجوی کورس دو چه استاد بخیر امزاده من اونجا روید و من رفتم این همین استاد بخیر امزاده گازیته‌های همین دانشگاه میخوندی شعرهای من خوندگی من رفتم که بسیار گرم مهربان وای کردم و گفتن که یک وای بخاطره دارید گفتن ریم گریگوری نمازش دارید گفتن رفتم پول نویسندگی اون وقت مثلا من 28 سپین نمیگفتم اینجا 35 سوم روبل نویسندگی پول کلون بود این خیلی غمخوری رو میکردم دستگیری میکردم و بعد این چند بار همین چیز رو تکرار یافت و یک بار من رحمت نظری باید فستیوالی عمومی اتفاقی شاعرای جوان در ترکمنستان یا ستاوروپول ما بسیار اشتراک کردیم رویم بعد من اکنون کمتر شتریتر بودم رحمت گفتم که بعد گفت که آخه پول در کار اون سفر آخه بیرون میریم دیگر رسپبلیکو بچه‌ها پول داریم یا ما بعد اونو کم نباشه میخوام من گفتم بیا پیش استاد بخیر امزاده بریم اون کس پیش استاد بخیر امزاده رفتیم و رحمت گفت که من گفتن نمیتونم گفتم من میگم من شتریتر بودم رفتیم
بوکر امضا اومدم ماشین فرومده داری اتفاق نویسنده اومده همچنین نگاه کردن مثلا چی تینجی ما گفتن نتونستیم که ما برای نشد گفتن نشد همین خیلی آدمی خردمند بودن که طرفی در رفتن دستشون برای درونده اتفاق هم تو دستشون میدونن یا همچنین نگاه کنن خیلی بعدای نمروزی یک چرخ زده بتون گفتن فهمیدم که همین خیلی دستگیری ها بود این خیلی میدون محیطی بسیار عجایب نیک بود برای چه همین گناه محیط امروز نیست همین گناه دستگیری نیست من نمیدونم وقتی که این چی من هم چافسونه فقط ما او را یاد میکنیم میشنویم امروز حتی من شما بگم که این سببی نبودن محیط ویای بسیار دارد چند دارد نه که از جهت مثلا معمولی از جهت معمولی البته وابستگی دارد به اونایی که در اونجا اتفاق نویسنده هستن من نمیخوام یا اون کسی وای کنم شما سوال هم خیلی درست ما وقتی که اومدیم ما وقتی عبدالامین صمد ما وقتی که اومدیم ما همه کار دوام دادیم مجبور وقتی که صدای شهر در بینوی کونه بود در همونجا انا استاد بوکر امضایی روز اومدن گفتن که محفل میکشیم محفل کشیدن در من صدای شهر من راهبر موندم و همون محفل با چقدر جوانایی که زلفی هم رحمت باید سنابر صاحب شویره نام خیلی من این سوجده مرزا همینو اشتراک میکردم این محفل بسیار اهمیت داشتن خیلی ما اتفاق نویسنده وقتی گفتیم ما همین محفل تشکیل کردیم دوام دادیم شما سویم بده اشتراک کردید محفل ما با اتفاق نویسنده یا خاص انا همین بعد ما وقتی که راهبر شدیم اومدیم ما با کارهای دیگر کردیم مثلا یک پدیده نام مکافات تأسیس دادیم برای نوشته های اولینی جوان ها شعر نثر بدون طور همه سوها بار چند بار دادیم همین مکافات پدیده بسیاری از جوان های همون دوره گرفتن کسی که پیشنهاد کرد و اشتراک گرفتن من این بغیر از این خیلی ما وزارت معارف مثلا نشون علوچی داره وزارت فرهنگ چی داره علوچی فرهنگ ما در اتفاق نویسنده نشون سخن تأسیس دادیم مدال نشون سخن که خیلی دل آدم‌ها گرم میشن مثلا میدادیم میسپردیم ما برای تشکیل کردن محیط کارهای بسیاری کردیم خیلی حاضر نیست نمیدونم چی با لیکن یک چیز دیگر هم هست که خودی شعر اون اوبرویی که پیش داشت نداره خودی شاعر طلبات به شعر وقتی که من یکم حق قلم کتابم گرفتم 5000 از کدام کتاب؟ از کتابی من همین روح و مهر نه نامه بول کبوتر میدونید من ماشین خریدم دو تا گلم خریدم خونیم با مایدی شد خب زیافت دادم جورم با انا 5000 شب کاسب موندم 5000 از یک کتاب وای سوخت وای وقتی که پلوای شد میدونید این خیلی بود شاعر مثلا وای چی داشته قدر قیمت داشت پول میگرفت ژورنالیستم مثلا ما همچون ژورنالیست هم معاش میگرفتم هم حتما از رادیو یا تلویزیون اونجا برابر معاشم آواز زیاد گنرال میگرفتم بسیار انا وای بود خیلی حاضر هم نیست همین چیز حاضر خدا چرمنه چی خدا چوب میکنه میدونید این زمان نه این جای نه تو جای من همین حول همین جوانای ما از شعر و از وای تماما دور شد این همین با زکای هم پیشوای ملت ما که همین آزمونای بسیار من بودم که همین کدام یک کاری پیشوای ملت دکو همش باور کنید من یکم وقتی اون چیز باید نویسم 1 2 3 4 تا 20 50 تا همه همین این مبلغ کلان جدا شدن خودی همین تشبوس انا همین چیز من با کتاب بازگردم لیکن من میدونم دکتر چی نیستم برای اینکه همین شعر به خاطر میدونه به خاطر چی هم آزمونی همون شاعری هست و نثر به خاطر چی اشتراک میکنم به خاطر پول جایزه تا جایی آخه من که همین قصال همینجا هستم حیاتی همون حکمو با متاسفانه اون وقت
مثلا حق خیلی نقد بود این خیلی جد از شعر مردم دوشن شعر ولی نو گفتم همه گازیته هم آدم خورونده نیم پیشونه خود هم خیلی شدم تا زمان شد همدید من حاضر اون شما آدمای خوشبخت کردم که سر محرری دورتون که وای مثلا همین نه با وای نفت توزه به توزه رو اندازی کرده این چیز نگاه داشتن دارم من فکر میکنم که این سبب های بسیار دارد از خود همون سوال نامیتون من بود اونجا موردی نیست که همه اینا من این یک خیلی یک دو سه گفته همین چیزای زیادی دارد که من باید گویم که برای چی این خیلی است برای چی محیط نیست البته محیط اقلا مثلا تشکیل کردن در کور تشکیلی محیط هم نیست همه چیزی که میشه هم که جمع میشن میرن برای پیشکه برین این خیلی نه که همین مثلا باید زمان سیلک هر خلاص گپ اینجا بسیار اجازه گپ زنید های بی ما اشکس گناهگارم نمیکنم زمانه همین خیلی رفت زمانه همین خیلی شد که حواسمندی کم شد ولی ملتی ما ملتی سخن شعر با شعر زندگی میکنه با شعر به دنیا میبرد با شعر از دنیا میرد ملتی ما با شعر از دنیا میرد معنیشیم اینکه در بدخشان وقتی گسیلی همین مرده در گلیگ میخونن در گلیگ سرود قطعی گسیل میکنن در تمام تویس وقتی که کودک تولد میشه الله میخونن اینم شعر است اینم سرود یکیش با شعر به دنیا بود با شعر از دنیا میرد این در تاجیکستان همینم میترسم که روز بر هم نخورد لیکن انا ملت همین شعر و سرود شما همین روز بدون حواسای زیادی دیگر پیدا شده سنگی جوی فرهنگ جوی شعر سخن و کتاب گرفته شدن برای همین این آزمونه‌ای که تشکیل کردن پرزیدنت ما اینا بسیار هدفهای بلند داشتن شعرم زیاد شده است شاعرانم هرچند که سطح نه در اون سطحی که پیشتر بود و اون طوری که در دوران ما با ادبیات محبت داشتن این گونه محبت رو ما در دانشجویان فاکولته فیلولوژیا هم نمیبینیم تاجیک مثلا وقتی که من داخل شده بودم اشعار حافظ رو با پراگی میدونستم از یاد و اشعار رباعیات عمر خیام رو هم از یاد میدونستم و وقتی که در داخل شوی رحمتی نظیره قوا رو پرسید که از حافظ غزل میدونی؟ گفتم که 100 غزل میدونم گفت میپرسم اگر 99 تا دونستی 2 میمونم گفتم استاد من با پراگی کلیات میدونم فقط این 100 همون لحظه است که یگون سکوند یعنی یگون ثانیه نمیستم یعنی همین گونه و بعد وقتی که داخل شدم دانشجو سنجیدن مرا که واقعا از یاد میدونم یعنی بعدم پرسیدن که خیلی تو ادبیات کلاسیکی رو میدونی از ادبیات معاصر چی میدونی؟ ما تو از کی از یاد بگم بعد نام شما را گرفتم از کمال نصرالله گفتم که همه شب تا سحر خوابم نبرد یادم آمد مادری بیچاره‌ام هستی خود را فدای من نمود و بیدره لیک من با خویشتن آورم یعنی وقتی که ما داخل شده بودیم شعر شما را علاقه از یاد میدونستیم و خوشبختانه یعنی در این سطح هم که باز با قله‌های بلند رسیدید و من شعر و شاعر رسالت بسیار بزرگ داشت و علامه اقبال میگوید که غزل آنگو که فطرت ساز خود را پرده گرداند چی آید زان غزل خانه که با فطرت هماهنگ است و یا میگوید ز شاعر ناله مستانه در محشر چی میخواهی تو خود هنگامه دیگر چی میخواهی ولی با این همه میگو که عصر من داننده اسرار نیست یوسف من بحر این بازار نیست و بعد هم میگو که من میری و من 2 دسته خواهم مرا یاران غزل خانه شمردن یعنی رسالت شاعری رو علامه اقبال دیگر میدید و به همین خاطر گفت است که شاعر اندر سینه ملت شدید چگونه مثلا شاعر ما احساس میکند که واقعا یعنی دل این ملت باشد یکی شود الله بقدر ولی همین
شعور در سینه ملت به یاد من بیارید. من یک چیز جو گفتنم دکور که این خیلی تصورات پیدا نشد که شعر ما امروز بسیار خیلی ناامید کننده باشد. حالت این خیلی نیست. بله. این یک دوره هست که همه من گمان میکنم که حاضرم. من آقای شما گفتید درباره سر غزل از یاد دونستنتون گفتید. من از روز نخستین همین در آزمون‌ها اشتراک دارم در هیئت حکما. یک جوان از بچه بفکر مچویی است خوجان میخواند سرفراز نامش میخواد و تمام دیوان حافظ از یاد میدونست. من سنجیدم تمام غزل اولش میگم آخرش های ما باور نوصل کردیم که وای میدونن ما وای جای یکم دادیم و خواستیم که شاه جایزه اشتراک کنند و گفت که من اون سوال کم خومی دیگه کس میشد هم شاه جایزه میگه. این خیلی جوانات داریم و خوزه ما بسیار جوانات داریم مثل حتی از جوانات دوره ما بقوترن کتاب بیشتر خونده. ما این خیلی گمان نکنید که همه این خیلی نیست. این خیلی نیست. این اون وقتی که ما جوانه ما همه مثلا سراسر مثلا محبت داشت به شعر به کتاب. حاضر همین چیز که من گمان میکنم که این چیز موقتا است. فکر من همین خیلی است. حال زمانه خودشناسی همین چیزا که بالا رفت فرهنگ مردم که بالا رفت کتاب گشته دست به گرفته میشه. من این به باور دارم. خودی مردمی همین بین در غرب مردم الکی از اینترنت و این چیزها با کتاب رو آوردن. با کتاب اینه که کتاب چیز دیگه است. برای همین این من به خاطر گفتم که این خیلی گپی ما این خیلی خلاصه برآورده نشد که بسیار نامیدانه است این حالات و این خیلی شد. نه هستن جوان‌ها. ما فقط در ساحه شعر همین میگم که جوان‌ها به استادی میکشن. ما مثلا همین دامن استادا میداشتیم سل میکردیم میشونه شعرو میخونه گپ زنی گفته. حاضر این خیلی نیست. من گمان میکنم که بعضی جوان‌ها البته بعضی هستن که حرکت میکنن. من بزرگی برای جوان قابل داریم. یک بعض جوانی هستن که میترسن شعرشون نشون بدن، میترسن که ایراد گیرن. حالا که ها ایراد نگن و راهنمایی نکنن تو کجا پیش میری. ایش و دوم شعر برادر شعر ما این بسیار علم بزرگ است. این چیزی که ما شعر میگوییم و میفهمیم و در سطح عمومی این بسیار از حقیقت دور است. شعر فارسی تاجیکی علمی بسیار بلند است. برای فهمیدن شعر برابری شاعر دانش داشتن نکن. لیکن نه همه شاعر امروزه ما میفهمد میدونه که شعر چیست. من کتاب نویسم شعر شاعر کیست برای همین که اقلا فهم با عادی‌تر مثال فهمونم که شعر از گپ عادی چه فرق دارد. برای همین این شعر ما حالا اینجا یک مسئله دیگر از آهنگساز ما حالا من تو جدی نخونم آهنگسازا مکتوب پرسیدن که شعر دیگه در کار نیست و این شاعر وقتی هم کن اون شعر نمیفهمن. من در یک صحبت دیگر گفتم که سرانگوی ما 99% خیلی 95% خفنشه بعضی درک سخن ندارن. شعر سرانده برابری شاعر باید که وزن داند همین سخن دارد حکمت سخن همه چیز صنعت‌های داند باید همه چیز داند. هنرمند که سخن شعر میسونه و برابری شاعر و شعر در کنه فهمد ایجاد کن. لیکن این خیلی نیست متاسفانه. این خیلی چیزی باید کرد که می کمبودی رفت شود. باید که من باید اما سرانده من 10 بار گفتم کلیپو هزارها سوم صرف میکنه لیباس پوز ایسه اون که کلیپو میکنن قیمت بها حتی اون که آواز نه حتی اون که موسیقی نه همین دو پول میشه چون که متن پست است. متن هیچ نیست. همین حرف میشه. من همین نبار گفتم که همینو فهمن همین حافظه جمع کنه من با صحبت کنم خودشون همینو فهمن که این مهنتاتون بیهوده است. برای اینکه شما شعر نمیفهمید، برای اینکه شما چیزی پست میخونید، غلط میخونید. انا خیلی و این خیلی چیزا متاسفانه بسیار من گفتم که یک زمانی به نظر من شاید گزارش باشد. من همین از وقت اصول دیش حاضر من همین کنسرت‌های وایب حکومت میبیارن نمیشه به منطق بعد با ما مراجعه میکنم. من
باور کنید دوست سرود خودم رفته است نامم خیلی میشه 5 سرود دیگه می‌نویسم نام دیگه رو می‌نویسم که همین کانسر رو بشه گذاره بعضی وقت خیلی بیمار هم هست سوال با یاد دارم که بایلو رجب شادروان رئیس کمیته تلویزیون و رادیو بودم من در اما حیات قبول سرودها نامم نوشته بود است بعد یک روز شهاب‌الدین گفتن که رئیس بسیار تاکید کردن که حتما در قبول سرودها که با مناسبت فرارسی سال نو است اشتراک کنم انسامبل دریا بدبختم گوش میکردم و وظیفه ما چی بود؟ متن بود مؤلف نبود ما از نگاه همون متن یعنی با هم میتیم که موافق است یا نه خب من میخواستم ارادم رو میگرفتم که خیلی منطق حافظ میرنجید که من ایراد یک ماه زیاد مهنت کردم این اگر مصرعی شود من در این مدت کوتاه زیاد کار نمیتونم خیلی از آفیس جای گیله نیست بیرون برآمدم که تلفن تو شعر مرا خیلی گفته هستی تو گفته اونجا وزن ویرانه تو گفته هستی که منطق خرابه همون نفره میگویم که شعر آخر نمو در اونجا نیست من از کجا دانم خیلی همین شعرها علاقه گیله‌مند شدن که من گفتم دویم بار مرا به این گناه قبول سرود دعوت نکنیم خلاص که یعنی از ما هستن اول اینکه شعر نویسی کار دیگر است سرود نویسی کار دیگر است سرود دیگر تماما چیز دیگر است بله هر کس سرود ما خودم سرود نویسی سرود دیگر چیز است هرچند که همه کانسپت ها قریب 5 تا سرود من میرم لیکن من خودم حالم سرود نویسی سال نمیکنم سرود چیز خاص است بله ما سرود نویس کم داریم برای همین مجبوریم که خودمون مطابق یک تنتو سرود نویسیم نداریم سرود نویسی و نداریم کسبی پس نمیگم ما نداریم انا بعد آخر برادر همین سرونده های ما همین گفتم درست یک بار در ادبیات سند سر کردن نقیزه به سرودهایی که سوستم جمع کردم بیارن من یک بار چوب کردم دویم بار چوب کردن نکردن که دیگه سر شما حافظا داد گفتم اومدن که بس کردن اون صحیفه برهم خورد تلویزیون شهرنواز یک وای سر کرد نمایشه همین شعرهای سرونده و شعرهای نو میخونن من اولش اشتراک کرده بودم من با یک دوکان ما میشنویم میبینیم که شعر ارزنده است یا شعر اشتباه داره نداره خیلی ایراز میگیریم ده خیلی البته حاضر سرودایی که هم سرونده خودش انتخاب میکنن هم پر غلط است ما ایراد میگیریم ممکن آواز نغز است ممکن موسیقی نغز است لیکن متن نمیشد متن خیلی خرابیات داره همین برنامه بسیار در کاری بود که همین سرونده ها فهم خطابیاشون همین هم برهم خورد چی به برای همه هجوم کرده رفتن همین سرونده این سرونده ها با فایده خودشون کار نمیکنن نه که ما غلط خوندن گیریم ما دائمی سطح پس رفتن گیریم همین خیلی معنی میگیریم بله اینا در سطح وزارت فرهنگ در سطح کمیته رادیو تلویزیون در همون سطح موندن کار همین اقلا ما همین یک بار گفتنی بودم که موقعش نقصه من میرم تمام سرودهاتون میخونم و اقلا تحریر میکنم اقلا وضع بمیزنم اقلا جای سوزش میشوده کشه و نیستش کسی نظاره نمیکنه یا کم چه دارن من خودشون نمیفهمن که شعر چیست و سرود چیست حتی در دوران شوروی استاد یک معلم ادبیات را نقل کردم که در یک دهه از در صنف هشتم نقل میکرده است خیلی طلبه سوال میتاد که موضوع شیخ سعدی شیرازی را گذاشتیم در اینجا میگوید که شیخ سعدی که او به حیوان بچکد چون تو به گفتار روحی همین چی معنا دارد معلوم که از خیلی جوی بشر میشه نخونیم خیلی کتاب در رفت هست خیلی چیزا نمیدوند که مثلا او به حیوان یعنی او به زندگی هست سوال که دادید من پیش را مثل اینکه گفتم در باره اون که شاعر اندر سینه ملت چه دل خب درست من فکر میکنم که شاعر اندر سینه ملت فقط دل نیست شاعر هم عقل است هم اندیشه است تمام همین معنویات ملت صفاتش و مربوط کردن در و حتی من فکرم این که شعر یک پدیده تنها بدیهی نیست
بله شعر پدیده سیاسی است. بله شعر مردم به پا میخزوند، مردم به میدان ها میبرورد. شعر این خیلی مثلا شعر سبک گفتن کار نیست، در دل هست البته، پیش زمان دل است. بله لیکن از این بیشتر شعر اندیشه است، بله عقل است. عقل ملت، اندیشه ملت. برای چی؟ برای اینکه در شعر تمام دانش ها، تمام علم ها، تمام هنرهای ما در همین شعر نه جنبش می‌آورند. همین شعر، من برای چی گفتم شعر توجیهی، شعر برای شعر بسیار چیز عادی نیست. این پدیده بسیار بلند است. در شعر ما همه چیز هست. شما مثلا فلسفه هم در همین شعر است، تاریخ هم در همین شعر است، طبیعت شناسی هم در همین شعر است. آب و خاک و زمین و تمام چیز، حتی فقه، حتی جنبش تمام علم ها، تمام مثلا دانش ها، آداب ها، فرهنگ ها، دین ها، جنبش همه این ها در تنها پدیده ای که در ما تجسم میشه شعر. شعر منانی ملی ما، شعر فارسی تاجیکی ما، شعر بزرگای ما، انا همین چیز است. برای همین امروز خیلی آدمی که نمیفهمد هر چیز مثلا شعر گفته واسه چاپ کردن. من کی ها طرفدار اون که همین شعر نباشد چاپ کردن نیست. در کار بود در یک زمان آغاز استقلالیت و برای که مردم برای خودشناسی و وطندوستی سفر بر کرده همین گپای شعر آمیز اودیم شاید رولشون رو بازدم. یک این مرحله گذشت. خوزی مردم وطندوستی آموختن کنه همین قدر وطندوستی شدگی که حجت به این سخنه ارزان شما نداره. خوزی درباره وطن، استقلالیت، وحدت یک گپ تازه نگوید اگر نویسان در کار نیست. درباره پیشوا همین میگرن نویسان میگرن. خب برادر بعد من همیشه اندیشه دارم که مطبوعات ما، تلویزیون، رادیو ما همیشه همین شعر، حتی من اگر گازیته‌های خودم ادبیات صنعت شعر اگر شعر باشد، تازگی داشته باشد، تصویر نو داشته باشد و دیتی بلند داشته باشد، چوب کن، نباشه چوب نکن. همونجا سفید مون بهتر. همون جای شعر هم سفید مون و شعر بهتره از اون که ذوق مردم. بعد یک چیز دیگه این خفه نشه و خفه نشه جشن این جشن فلان. من با واسه ادبیات صنعت دادن ابزار سالش هم گم هنگام هم نمیشه، نگویم هم نمیشه. آخر یک برخ من خیلی باید شده من نمیدونم جشن مثلا ادیب، جشن ادیب یک صحبت کنم، یک جهتای یک همین جشن ادب که شعرهای مثلا که یگان شعریت نداره قطار کرده پیتیش که من بگم من جشن ادب مثلا قید کرده شدن و ارزش داشته باشد شعر دادن کار، ارزش نداشته دادن در کار نیست. من همین من میخوام خیلی نکردن کار من نمیدونم، لیکن شعر ما اكو وقتی اومده است که فقط شعر ارزشمند دادیم، نه تنها شعر، همه چیز دیگر هم همین نثر هم دیگر هم خیلی. و ما میدان ادبی بسیار کم داریم. ما 400 اعضای اتفاق نویسنده ها داریم. یک ژورنالک صدای شهر داریم و ژورنالک شد، یک وقت ژورنالک شد دیگه. یک دیگه وای داریم ادبیات صنعت. و برادر این زمین شعر و شاعر هیچ این چی هست؟ این قرغزات 10 تایی دارن، ما هیچ نداریم، میدان نداریم. این همه ادیبای ما با وجود همین هر چیز چوب میشه در رایم گازیته‌های آخر اقلا همین را به نظر گرفته فقط چیز ارزشمند چوب کنه. اكو اینجا توجیهی روی خودی شخصی این خفه نشه و خفه نشه. من فکرم اینه، من گفتم که خیلی باشه همه آدمایی که جشن و وای دورن خدمت کردیم صورتش تبریک کنید. خیلی اون چیز شرط نه که مال خودش ارزش نشد چوب کنید. مثال میگم همه که اون دیگه میگم این چیز دشوار است باید کردن. من فکر میکنم که شاعر انا در شعر توجیهی شعر بسیار مرتبهش بلند است. این خور کردن در کار نیست و این سطح پس فرو بردن تماما ممکن نیست. تماما ما خودم در دوره اولی آغاز شعرهای شعوری گفتیم. ما حتی یک
لیکن شعری ما گفتیم از خونمون جوشیده برآورده گفتیم خیلی نه که همین فقط تاجیکستان و وطن گویده و شعر گفته چوب کردن. امروز من فکر میکنم که شعر باید بدیعیت پیش از همه بدیعیت داشته باشه، چون که و اثر بدیعی است. اندیشه، هدف حتما این درجه اول است، بار معنویش جلوی، لیکن بدیعیت، تازگی در بیان، در همین چیزا نداشته باشد شعر در کار نیست. شعر نویسن در کار نیست. شعر فقط آن وقت نویسن کار که یک گپ تازه یابی، یک تصویر شاعرانه یابی. شعر باید شعر باشد. میخوای برای من سوالتون جواب میگم واقعا ملت ما ملت شعر است. حقیقتا شاعر دلی همین ملت است. برای چی؟ برای اینکه تمام احساس، محبت، حوزه همه دوره من همین استقلالات دولتی هم شما دیدید که شعر چقدر خدمت کرد. همین انگیزش‌های وطن دوستی، انگیزش‌های میهن پرستی، همین پیش همه شعرهای ما داد. همین خدمتش کرد. پیشگامی احیای معنوی ملت ما شعر بود در همین تمام 30 سال. این کار کردن در کنه خدمتش کرد. شعر خدمتشون کردن دارن، لیکن ما باید طلب کنیم که سطح صفت باید بلند برداریم، چون که این شعر فارسی است، این شعر همون بزرگا است. اینا خور کردن در کار نیست. بله، و همین خاطر است که باز برمیگردیم به علامه اقبال که میگوید که باغبان زوری کلام آزمود، مصرع کارید و شمشیر درود. یعنی باید شعر ما همین گونه باشد که خدمت کند. استاد اصلا آدمو چون به یک سن سال معین میرسند یا خستگی را احساس میکنند و یا دل مانده میشوند، عموما که از شعر، از روزنامه نگاری دست میکشند یا فراغت میکنند یا با کار دیگری مشغول میشن. یک چیزی ممکنه همین گپ بیتی گفتید که چه اولی جناب یک تا شاعر خلقی نمیدونم نوجی گفته یک شاعر بوده است. منم نوجی گفته که دیگه در حصارت همونجا بوده است. شاعر اندر چی میگه؟ مصرعی رنگین کم از شمشیر خون آلود نیست. شاعر اندر روزی میدان هنر همین خیلی مصرعی کمش فراموش کردم و وقتی اندیش کنی نیست که واقعا همین خیلی سخی یک مصرع یک بعد مثل یک شمشیر کار میکنه، مثل یک تیر مثلا کار میکنه، مثل یک سپر هم کار میکنه. این دوام همون و شما. بله، عموما که استاد ولی میبینیم که فعالیت شما روز به روز، سال به سال بهتر میشد، شعر شما باز پویش بلندتر میشد و بسیار فعال و پرمحصولین هم در ساحه روزنامه نگاری و هم در ادبیات، در ایجاد شعر. و این از مطلب ها و شعرهایی که در روزنامه ها در رسند و در تلویزیون و رادیو هم شما بسیار فعال هستید. یعنی چی اسراری دارد؟ من فکر میکنم که خدا مهربان است. ما که همین نیروی داده استاده است. من خودم فکر کردم که بعضی این یک چیزی طبیعت میتونم بفکرم. استاد قناعت شاعری بسیار مرد پایه ما همین تو 50 سالگی تاکی 60 نویستن، بعد ننویستن یا که نویستن اون خیلی که مثلا ولی بعضی شعرهای دیگر هم میخواد اکو خوشبختونه. من نمیدونم، من فکر واسم که بهترین سوم نو نویستم. نه خدا من به غیرت داد با من فقط شعر ننویسم، من مقاله ها می نویسم، من چند جا کار میکنم خیلی زندگی اونجا کار کردم در کار. من ژورنالیست هستم پیش از همه. برای چی؟ برای اینکه از اول من ژورنالی مشغول کار میکردم. بعد خب با من ژورنالی چشمه ساختم، با من یک گازete رخشو ساخته بودم. بعد من همین مجله من نمیدونم کی اینجا خوندگی خونه ادیب ساختم. ادیب محمد من یک خودم ساختم با دو برابر صدای شرق است. 3 شماره یا اون کس من خودم همش خودم ترتیب دادم، ساختم، جمع کردم.
حتی چوب کردم همشه یا خودم کردم بود دو سالی جشنم بود 3 تا کتابم برام یک تا کتاب پژوهشی شرط شور کردم ها خودت من خودم فکر کردم گفتم که این انا من باید که مدیون محبت خداوند باشم که همه قوت دولت است خیر ما باید این استفاده کنم باید که با منفعت ملت هم خلقم استفاده کنم من سیرش نمیدونم شما کسی که سیرش در چیست همین محبت بودگیز محبت به و تمام مثلا یکم چیزی که دیدم مثلا یکم چیز خوندم حتما یک انگیزش ما میتید که من باید در کنار نباشم منم باید که چکنم این جهت هم هست که من بسیار حساس هستم این جهت هم هست که من بسیار واقعا یک عادتا محبت احساس در دوران جوانی که گذشت میمیرد ولی در شما برعکس در من شکر خدا که حالی سرچشمش به قوته ولی انشالله خیر برای من خودم سو خورده مسافر خیلی نمیگم نیمو گفتیم ولی همش این طرف میزنیم شکر خدا استاد همین سوال من از منعقد شادروان استاد صاحب تبارو کرده بودم و او بسیار پاسخ عجیب داد من گفتم که استاد اصلا در علم عادتا آدم‌ها بعد همین 60 تمام میشوند و نمونهشون دیده سیم در علممون ولی شما مثلا سال به سال پیشتر میروید سبب چی است؟ او با من چنین پاسخ داد که من هر چیز را که آموختم از روی محبت آموختم از روی صدق آموختم و جدی مناسبت کردم در پیش کسی سر خم نکردم حقیقت را از همه بالا شموردم گفتم درسته من فکر میکنم که تنقید ادبی ما رو به تنزل آورده است و امروز حتی علمای ما هم یعنی علمان ساحه ادبیات شناسی تنقید را از مول ادبیات شناسی فرق گذاشته نمیتوانند یک کتابیات می نویسند و اندیشه‌شان را درباره یک اثر میگویند تنوای علاقه مولی تنقید ادبی نیست و بسیاری از مطلب‌هایی که به نشر میرسد با خوبی احساس کرده می شود که یا نویسنده‌اش دانش کافی ساحه ادبیات شناسی ساحه شعر فهمی خاصه ندارد و یا همون نوشته‌اش منصفانه نیست با یک خواهش نفر انجام گرفته است و یا مقصدی نیک ندارد از همون تنقیدش چی باید کرد که همین رو رفع کنیم تا که ادبیات ما پیشرفته تر باشد و شناخته آخرین منعقد ما که همه کسی میخونده همه کش میکنه از اتخون سیفالای بودن همه اثرهای بدیعی خونده آخران همه پژوهشی یا کمان چوب کردن که مکافات رو بگیری تا آخر عمرم میخونده اکنون من شما درباره نقد عموما نقد و خصوصا نقد شعر گویم که نقد ما بر وقت میدانش خالی بود آخرین منعقدای ما من این خیلی فهمید ما منعقد نداریم نه ما منعقد داریم منعقدای خوبم داریم جسارتی که مثلا صاحب نه تنها بله اکنون این دوره میده نقد ادبی این یک وای بود اون وقت میدانش یک آبرو داشت یک مثلا نام داشت همه چیز داشته اون وقت حاضر یکم این که منعقدای ما یکم حواسمندی ندارن حاضر نه تنها منعقدات حاضر با همین انا نون منعقدی زندگی کردن نمیشه ده خلاصه انا حواسمندی ندارن برای اون که مثلا روزشون گذاره باید دجو کار کنند و انا این نقد همه چیزی که تمام وجود باید چی بعد دوم منعقد کل درباره سرانده گفتیم بود برابری شاعر برابری نویسنده حتی بیشتر باید که فهمد سخن و ادبیات که باید اونجا مثلا نباشه حقوقی تحلیل کردن حقوقی بها دادن حقوق راهنمایی کردن ندارد وقتی مقالات چاپ میشد یک تنیمتم من میخوندم اون وقت منعقدی ما نام برای منعقدای ما منعقدای الان نام دارم مقاله درباره شعر می‌نویسن بیتی که می‌برن تعریف برای تعریف نقصان دارد
تنقید کردن کو بله. وقتی که میبینم برای تنقید و نغز شاعرانه است و تعریف کردن کو ما یه مقاله خوندم ما گفتم که آخه این چه بد دیوم شما میدونید برای شما با نوشتن مقاله های پژوهشی سر کردم ما با همین وقتی که و همین نقد ادبی ما خودش مقاله نبود یکی قبل بود درباره استاد لایق بازار گفتم نسل‌های بالاتر می نویسن بعد نام برای با می آمدن تو همین و گلنظر گروسور نام بردن همون هم شعرشون هیچ کس پژوهش کرده نیست درباره نسل نو این طرف نسل مو بگیم یگان گام نیست جواب بعد ما یک روز شدیم رحمت قطعی من گفتم این چه خیلی 5 سال شد 6 سال شد همون وقت بده در این دوره ادبیات نوی مو همین شعر نوی مو پیشروی دارد دستاوردها دارد خب تو میدونی من میدونم که دارد آخه بله چیزایی دارد که مثلا از استادا تازه تر گپ‌ها گفتگی ان کشفیات‌های تازه در شعر هست شعر ما امروز در سطح شعر همزبان‌ها شعر یک چند شاعری مثلا خوب ما میتواند استادگری کند چرا مثلا این هیچ کس نمی‌بیند هیچ کس پژوهش نمی‌کند بعد ما قرار داریم که من گفتم که بیا خودمون بنویسیم من همین روز سر کرده خودمون درباره بهترین شعرهای همین روزه می‌نویسیم رحمت راضی شد من سر کردم و سر نکردم من سر کردم یک تا از سال لایق بازار و گلرخسار و گلنظر و همین 40 چند تا شاعر شده است من حساب کنم امروزه فرزانه و آذر و نمیدونم همشون میزم نمیدونم درباره شاعرای همین روزه لیکن من وای نمیگم گمانم کنم وای نقد ادبی است من کوشش کردم که هدف من چی بود هنری شاعر همین دستاورد نشون داد یک شعر امروزی ما هست دستاورد دارد در مثال تمام شاعرای خوب امروزه دستاوردهای شعر همین روزه نشان دادن وقتی که من چیز واقعا نوشتم و چاپ شدن گرفت ادبیات سنه همه چاپ شد از جا شب بعد آدم‌ها گفتن که همین نقد باید شاعر نویسد چرا شاعر شعر میفهمد تو مثلا شعر تو هنر رو همیشه یافته گفته استادی عجیب‌تر است من گفتم ممکن همین خیلی باشه نه که آخه نقد ادبی گفتگی گپ است در ادبیات روز در ادبیات خودمون من همین آخری نازنین همین عسکر حکیم بود می‌نویست معلوم شد که شاعران بود است برای نقدش مثلا چی بود همین روز من چیزایی که آخر خوندم در مجله ادب شماره آخر از چاپ نشده بود اینجا صحبتی لحظه محمد الله هست متاسفانه هم در کجا خوب است همونجا با یک دو مقاله هست مقاله که در ادب سند چاپ شد درباره من عبدالمنانوف بعد مقاله عبدالنبی ستارزاده درباره فرزانه شعر فرزانه همینا من خوندم گفتم ما منقدای ما شعر همین روزه درک کرده در سطح مثلا در کاری میتونم پژوهش کنم سخن گویم لیکن نمیکنم هست یعنی که ما منقد نداریم نه ما منقد داریم لیکن همین منقدای ما کارهای دیگه کار میکنن کار اساسی مثلا خودشون نمیکنن برای چی برای اینکه این نون نمیتل برای اینکه هوسمند نیستن برای اینکه خیلی نوع بسیاری هسته در اصل گفتن روز همین اگر یک تا دو تا نویسنده یک دو کس به نظر نگیریم میگه آخر با قاضی‌ها درباره ناس همین آخرون همینا بودند بله عسکر حکیم دوره سویتی بمون پژوهشش در همین پژوهش شعر همین روزه ما اصلا وجود ندارد تماما این یک چیز نوسالم است یک پدیده تماما نوسالم است که در ادبیات توجیه ادبیات امریکا آوازدار نقد ادبیات شناسی معاصر قریب که وجود ندارد سببش همین که هوسمندی نیست یک دویمی که همین منقدا و ادبیات شناسای ما یک از درباره شعر دوران نویست ما یک شاعر داریم که نوآور شعر سپید برادر شعر سپید امروز تمام دنیا شعر سپید می‌نویسه فقط ما شعر سنتی می‌نویسیم و دنیا شعرش دیگه شدگی تماما دیگه شدگی اروپا مثلا ژاپن سر کرد تو فرانسه حتی روس ما نزدیکی خوندم روس هم شعرش دیگه شدگی شعر ما
همون شعر سنتی مونده استفاده است ما از همین جا قفون میدیم من هم مقوله علایده کردنیم یکی فکرم در اون صحبت یکی گفتم شعر ما از این جهت این معنی اون نداره که ما باید از شعر سنتی مداد شعر ما شعر سنتی است اصول لایق زد بودن زد شعر و بودن که شعر ما هم سنتی فرقش نیست در هر همون وای سخنی شعر سخنش گفتم میتونه لیکن ما اگر وطن شعر شاعری بزرگ باشیم شعر دنیا دیگر شد شعر ما هم یک شوخه باید رفت همون طرف باید شعر مدرن ما باید داشته باشیم من همه محفلای وایبه اوزمون ها طلب میکنم شعر مدرن خون از جوان ها شعر دنیا شعر مدرن تمامی برای چی اکو شعر مدرن ما ملت مثلا ما شعر مصر رویم بریم وزن قافیه در کل شعر ما لیکن شعر مدرن چی گفته ایگه؟ شعر اوزاد چی گفته ایگه؟ شعر اوزاد همون شعر است که در وای پشت قافیه پشت ردیف پشت وزن رو شدن نمیشه اونجا من بالای کف داشته باشه اندیشه تصویر بزرگ داشته میگویی نباشه نوشتن نمیشه شعر سفیده ما به نویسان شعر سفید نیست و این شد شعر سفید حقیقتا یک تا نماینده که شعر سفیدی کاملتر رو صحتر می نویسن همین دوران نجات است دوران نجات واقعا به طریق از ایرانی ها الهام گرفت لیکن شعر گپوش تصویرهای تاجیکان وقتی شعر سفید نوشتن دارد اینو دستگیری کردن در کار شعر مدرن همین که یک فکر برجسته یک تاثیر برجسته نداشته باشه پشت قافیه و ردیف و وضع شدن نمیشه برای همین شعر امروز ما از همین جهت ما قفو موندیم من همین از که شعرهای روس ترجمه کردم برای اکسپورت وای بود کتاب باید چوب شد همین شعر روس علاقه دیگه شده است ما متاسفانه در مقایسه خیلی حالا هم در هم جای خودم قدم زده هستم همین شعر مدرن و سنتی با هم و برای همین شعر سنتی با هم چیزی تازه در کار تصویری تازه بازیافتی تازه در همینجا هم در کار اصلا شعر من یکم وقت شعر با مدرن و سنتی و از روی شکل جدا نمیکنم شعر همون وقتی که شعر است شعر دارد و مدرن است و غزل است و مثلا مثنوی است دو بیتی رو باید گپی تازه داره تصویری شعرانه داره و شعر بگذار وای مدرن باشد بگذار وای چی باشد فکر من خیلی استاد بسیار خوب چون در مورد شعر سخن رفت و متاسفانه در فیسبوک و دیگر شبکه ها شاعران زیاد شدن که شعر رو یعنی به مدحیه تبدیل دادن یعنی رسالت شعری را دیگر کردن و همین که یک ثروتمند پیدا می شود می بینیم که حتی شاعران نامی ما هم در وصف او و یا یک نفری که هیچ ارزش ندارد برای کشور البته و برای شعر می بینیم که مدحیه ها یعنی شعرهای وصفی زیاد شدن و البته این تا جای آبروی شعر ما را آبروی شاعر ما را کاسته می‌گرداند می‌ریزاند چی باید کرد؟ درست این مالکه قسم پیش صحبتم اندک جواب دادم در مورد شعر موضوع وطن و وطن دوستی وحدت و استقلالیت و پیشوای ملت گفتم که این موضوع مقدس هستند یک زمان این به بسیار می‌نویسند چون طلبات روز بود روزنامه اینا بسیار چون می‌کردن امروز پیش راه اینا گفتن در کار تو یک سخنی تو این موضوع مقدس به سخن باید بلند باشد سخن باید تازه باشد امروز با استفاده مثلا درباره اون که همین چیز من موضوع افشته کرد موضوع مقدس افشته کرد چون که هر کسی وزن خوفه می‌داره همین نوشته رفتن که مثلا دو سه واژه‌های مقدس نام میبرن تاجیکستان استقلال اینو و همین که یگان فکر میگن میرن که تصویری شاعرانه ابراز شاعرانه نیست اونجا با این شعر نیست خب انا برای چی یک سبب دویم خود همین سختگیری طلبات نیست خیلی ممکن نیست این خیلی مثلا
بعد شاعرای جوان ما ولی شما در کلمه فیسبوک هم نام برده من در این موضوع در همون کتاب شعرچی شاعرکیست یک باب دارم فیسبوک مختصر گفتگی اونجا بود اون صحبت هم همین ما میدان چوب نداریم خیرات همین فیسبوک است یک جهت چون که همونجا با چوب کردم میکنیم ما خودم استفاده میکنم فیسبوک استفاده میکنم مثل بعضی ها هر روز منده دل بزن نیم گوگم بپرتم چون که هستم آدمای میخوندگی باینش هر خیلی آدم است من نمیدونم لیکن بذوق و بفهمشم هست شعر فهمشم هست برای من میپرتم لیکن فیسبوک برای ما که هیچ وای نداره خطر ما استفاده میکنیم برای جوانهای ما نهایت خطر زیاد داره الکی تاثیر منفیش رسون الکی جوانهای ما نیم پخته و نیم خون کرده پرتوف فیسبوک چون که من کلمه بود میخواهم که همین چند تا اونجا به شاعرای به استعداد جوان هستن 5 6 7 نفر شاعرای هستن که واقعا شاعر هستن لیکن فیسبوک اونها ناشاعر کرد چرا این همه یک چیز مینویسن ای اولی بی بها همین بها گذاری ها میکنن همین بچه های شعر نمیفهمن بعد میخوان اونا خصوصا کنم یا که تملق این چی یک بها گذاری ها میکنن که آدم دلش غشن بره یک چیزی که پوری خطا اشتباه اقلا مثلا یکم بیتی هرزندیش گیرو تعریف کن انا همین اولی جناب اونجا هم کلاسیکو شده گرفتگی این جوان ها اونجا اولی جناب کی میشه کلاسیک من بسیار میخواستم که شعرهای امنای جمع کنم یک چیز نویسم روز کرد اگه یک چیز نویسم شعرهای من جمع کنم تیار اینجا وقت من 10 جواب سلام خلوندگی لیکن به خاطر برای مختصر من در همون کتاب شعرچی شاعرکیست گفتم در باره فیسبوک انا میدونید من دیدوسم که هم شعر میخونم شعر نقد میخوام که برای دلگرم شدنی همون یا لایک مونم پرونتر میخوام یا واز وایرون یا تناسب وایرون ما حقوق ندارم که شعر یک جاش وایرون است لایک مونم من نمیتونم این کارو کنم بعضی هاشون اشاره قطعی در همون فیسبوک هم میگن که صدا وای نمیکنه او برادر تو یک شعر نویس که خطا نداشته با ما هم وقت لایک نمونم نباشد حقوق ندارم مونم همین خیلی دیگه همین انا ما چی گفتنی چیکار کردم در کار که ما حتی اگر من در توخ نویسنده میشدم اگه من چندین سال شده رفتم اونجا کارهای دیگر رو خیلی من هم همینای جمع میکردم میآوردم میفهموندم همکاری به دعوت میکردم یک ابزار شعرشون کرده عیب خود اینا هم هست عیب خود اون دو چیز عیب خود در اینکه همین شعر اگر پیش یک آدم میفهمدگی بر خون فکر فهم اخی خوزی هم آدم شعر میفهمدگی هم کاملگی رو سیگم باور کنیم نیستم هم باید همین شاعرای ما بنیست باید همین شاعرای نامدار ما بنیست متاسفانه هم بخیرم لیکن با وجود این ما میرفتیم میداشتیم دومونی استاد لایق استاد بزرگ استاد قناعت میداشتیم میخوندیم مثلا چیزا بعد یک چیز شدیم مثلا اگر شده باشیم لیکن امروز خیلی گپ نیست خیلی گپ جوانهای ما بعضیش من دلم میسوزه استعداد دارن ذوق دارن ذوق خوب دارن که ما مثلا در همون سن سال شاید همین درجه نبودیم خودشون حیف کردن همین فیسبوک گرفتار کردگی از 4 طرف تعریف اورا خیلی همین بالای خود کار کردن کامپیوتر یافته اصلاح کردن همین چیز متاسفانه نیست فیسبوک زیونه لیکن گفتی شما که شعر منعقد نقد ادبی این چیزا میدانش خالی اینم زیونش میرسه البته پیش مثلا شاعرای جوان شعرشون جمع میکردن و ابزار میکردن یک وای میکردن همین چیزا نیست اینم به زیون همین محیطی ادبی جوان ها هست خوب تو در برابر سخن شما اما یک نفر پیشترم که وقت فیسبوک نبود تا کجا قد دارد یا نه نزد ساحلی جوهر زاده رفته است و گفت است که یک پسر دارم بسیار با استعداد شاعر خوب
اگر همین قصیده می نویسد میگوی انوری است، دوستان می نویسد میگوی فردوسی است، غزل می نویسد حافظ شیرازی. استاد خیلی مقصد چی است؟ اما را با شاگردی بگیرید. خیلی باشم ما را برای ما نزدیده شما ما با شاگردی بچید. خلاص یک پیشتر یک وقتی که یک سال 84 85 بود، یک نمایش برای 7 نوامبر برای تلویزیون باید آماده میکردیم. معرضش قول رسولیان بود و منم که کارگری نبودم همراهی میکردم او رو و 3 شاعر رو دعوت کردیم: نادر شنبه‌زاده، عبدالجبار قهاری و موجوده حکیمова. استاد غایب قلندرов همون وقت سختگیری کرده بودن که شاعر باید شعرش رو از یاد بدوند. در تلویزیون نبودن که از کاغذ شعرش خوند. خیلی تاکید یک هفته پیشکی بود که استادا همین که اومدن شعرتون از یاد بگین که ما را جنگ میکنن. بعد خیلی 2 نفر موجوده حکیم و عبدالجبار قهاری شعرشون از یاد گفتن، نادر شنبه‌زاده از کاغذ خوند. حکیم جد نمایش بعد 1 ساعت باید برای 6 نوامبر است برای 7 نوامبر، یعنی انقلاب اکتبر از انقلاب اکتبر دیگر اونجا هیچ کار نمیشود، یعنی نه مونتاژ یک اونچه نمیشه. بعد قول رسولیان استاد گفتن که استاد وقتی اینقدر تاکید کردیم که از یاد کنیم، خیلی پسر گفت نشد چیکار کنم چه خیلی گفت نشد. تو میگن شما دوستان شاهنامه را از یاد میدونین و حافظ از یاد میدونین و همین 3 شعر چی بود که از یاد کنید؟ و پسر و شعر بودن ده و شعر بودن. خلاص که هم لطف کردن همون شعر زیبا. استاد چون در عرفه نوروز علما فروز قرار داریم و هم در این روز بین المللی شعر است و میخواهیم تمنیات شما را برای کارمندان، برای روزنامه، برای خوانندگان بفرماییم، یعنی چی تمنا دارید؟ خوب، من صمیمانه تبریک میکنم همه اهل جمهوریت. این گفتم که من خودم بیگانه است نمیکنم در محیط جمهوریت و اینها هم نسبت به ما بسیار مهربان هستند، شما همتون. من این احساس میکنم و محیط بسیار سالم ایجادی در اینجا اندیشه من حکران است و ثمره‌های خوبش داده سال است. نوروز جشن مادر بود، جشن نوروز است. من گمان میکنم که ملت ما ملت نوروز است، ملت شعر و سخن است و اون چیزی که ملت ما زنده داشت در همین طول تاریخ بسیار گران. همین حیران میشد که وقتی جبرای تاریخ دیده ملت ما برای چی زنده موند؟ برای چی؟ من فکر میکنم که یکم برای اون که زبان مادریش زنده داشت، دوم برای اون که نوروزش زنده داشت. زبان مادری اساس بنیاد ملت است. نوروز ما نوروز عاده نیست. نوروز ما فرهنگ، معرفت، علم، دانش، تمام وجود بنیاد ملت ما است. وقتی که همین چیزا زنده موند، ملت زنده موند. و این چیزایی که زنده داشت؟ خلق زنده داشت و پیش از همه مادری تاجیک زنده داشت. مادر. برای همین من در این موضوع بسیار گفتگی هستم، بسیار چیزا نوشتگی هستم. فکر میکنم که برنده همین معرفت، همین فرهنگ بزرگ بودن شرف است، شرف بزرگ است. شما همتون در همین جریده جمهوریت که یک اولین جریده های کشور ملت ما است، تاجیکستان نوین است. این ملت ما هم گویم میشه چون که گازت اون وقت پیش این نماز کرد. خلاصه جمهوریت یک به جمهوریت به یک همین پدیده بسیار مقدس نگاه کردن. هم اولین بود و هم
بسیار وای است. یک چیزی که خدمتی بسیار شایسته در طول این قطر سالها در رونق تمام ساحه ها کردگی از جمهوریت. برای تربیه شخصیت ها و انسان های نجیب همه جهت گریم اگر گپ بسیار است. برای همین من ارزوی من چی به جمهوریت، ارزوی من همین که همین حوزه همین یگانگی، همین محیط بسیار خوب فرهنگی که در جمهوریت من میبینم احساس میکنم همین پاینده باشه، همین پاینده باشه و همین کاری نیک هدف بلند، هدفهای بلندی که جمهوریت گرفته است ادامه یابد. البته این به منفعت همه است، به منفعت معنویات ما است، به منفعت دولتداری ما است، در سیاست دولت غایه‌های اساسی دولتداری ما یا حکومت تاجیکستان پیش از همه در همین جریده روزنامه جمهوریت تجسم می‌یابند و درخشان تجسم می‌یابند و عملی می‌شوند. بنابر همین من گمان می‌کنم افتخار است در جمهوریت کار کردن. برای هر یک شما بفرم مایه افتخار باید باشد، باید باشد. من مثلا همکاری میکنم با جمهوریت، من هم افتخار میکنم که شریک یعنی روزنامه بسیار با نفوذ هستم. خیلی اما فکرم که دیگه سوال نمیشدم. نه، فقط یک خواهش میشد که هدیه شاعر چی باشد؟ شعری نو. دوست می‌دارم که با شاخ بزرگش گاومیش شعرهای حملگر را افکند، خود را رهاند با تنی خونشار از چنگال شیران. دوست دارم عشق پیچان را که چوب خشک را هم میشکفاند با آغوشش گرفته. عشق پیچان گلی عشق پیچان. دوست می‌دارم که موران در صف ناجدا و متکای یکدیگر با هم روانند. دوست می‌دارم که ریزد نور و سور از چشم مردم. دوست می‌دارم جوانان با خرد پیران جوان باشند. نفرت من باد بر صدای تیر و توپ آوای جنگ که از سرشت دوزخیان می‌براید همچنان که از بطن اقرب. دوست دارم نان سوزان تنور مادر، نان گرم و کاسه آب و منی خوشبخت، صوفه مادر که والاتر بود بر من از هزاران تخت. گر ز من پرسند چیست بهترین منظر در این دنیا که دور دوست، خواهم گفت مادر و طفلی که دستی هم گرفته در بلور حاله نور محبت را سپارند. مادر و طفلی که با هر یک قدم، با هر نفس در زمین ها عشق میکنند. در پناه مام طفل و در پناه طفل مادر بر جهان امید می آرند. بال افشانی مرغان هوا را دوست دارم تا که با این پرپر بال محبت این هوای روزگاران را از کدورت تازه دارم. دوست می دارم که مردم وقتی کشت بر زمین ها خنده کنند. دوست می دارم که مردم خنده چینند. دوست می دارم که مردم بهترین سوغا به هم دیگر خنده آورند. دوست می دارم که روس و چین و امریکا و هند یکدیگر را دوست دارند. دوست می دارم که گرگان از پی آهو دوند و در نیابند. دوست می دارم که آهو زنده ماند. از نام اهل جود روزنامه با استاد بسیار گرامی قدر، دوستی عزیزی روزنامه و اهل جود آن استاد کمال نصرالله برای تشریف آوردنشان، برای پذیرایی که یعنی دعوت ما را پذیرا شدن اظهار سپاس می نماییم و برد ایجادی، موفقیت، رواج در کارهایشان را خواهانیم و از زبان شاعر میگوییم که به هر جا که باشد را راه و رخت، دعا از منت باد یاری زبخت. همیشه آباد باشید، تندرست باشید.